پیام اساسی این پیروزی دانش و معرفت یک زن تاجیک بر جهالت و قدرت است. دوستان 1001 شب برای شما باید از همه مهم باشد، زیرا دوستان 1001 شب سناریش نقل نمیکنیم. پیام اساسیش چی است؟ پیام اساسیش این است که یک شاه ظالم هر شب زنی را به خدمت خود میگرفت و سحر سرش را میبریدند. تصور که یک دستگاه زنکشی هر شب یک زن را قبول کند، سحر سرش را برد. ولی وقتی نوبت یک دختر تاجیک با نام شهرزاد شد، تمام قصه دیگر شد. شهرزاد آمد، حیله و تدبیر کرد، یک قصه جالب گفت تا سحر به شما معقول شد. گفت که خیر نکشیم، پگاه شب بگه، بو پگاه شب، بو پگاه شب. همین خیل 1001 شب شهرزاد قصه گفت و از مرگ نجات یافت. انا که پیامش چه؟ یکم این که 1001 در فرهنگ ما اگر رقم گیریم 1001 شب قریب 3 سال بشد. 3 سال میشد. پس همین دختر 3 سال قصه و افسانه و روایت و ربایی و شعر و مثل گفته میتونسته است. پس یک دختری بسیار دانشمند بوده است که 3 سال گپ زند و گپی عادی هم نه، گپی که با مرگ بازی داره. دوم، اگر این 1001 شب در مسئله تاجیکی گیریم، ما 1001 به معنای بی آخر میگیریم، نه اینکه 1001 رقمی، بلکه حدودی، بی حدودی. این معناش این است که انمی زن بی حدود، بی آخر گپ زد، قصه گفت، تاریخ گفت، روایت گفت، مثل گفت، حکایه گفت، شعر گفت. یعنی این یک دریا بوده است، یک انسیکلوپدیا بوده است. شهرزاد یک کتابخانه بوده است که توانسته است تا آخر 1001 یعنی سالها گپ زد و شاه نتوانست میره کشته. انا که پیام اساسی چی است؟ پیام اساسی این پیروزی دانش و معرفت یک زن تاجیک بر جهالت و قدرت است. انا اینجا در قرصک زده میشه. یعنی چی؟ یعنی که یک زن تاجیک با دانش به انتهای خود، با مهارت سخنوری خود، با نمون نزاکت بیان و جالبیت قصه خود توانست یک شاه ظالم را مهار کند، یک قدرت را مغلوب کند. و همین قصه شهرزاده این قصه پیروزی علم و معرفت، علم زن بر جهالت است. و پیام شهرزاده به شما این است که نجات شما در دانش است، نجات شما در علم است، در معرفت است. یعنی وقتی که مؤلف میاره اخیر معرفت همین زن رو بر قدرت و جهالت او شاه غالب میگردونه، این پیام است برای همه زنها که راه حل همین است. از این رو به بعض فعالان حقوق زن من همیشه میگفتم که شما به زنها فقط درباره حقوقش گپ نزنید، درباره بالا بردن معرفتش گپ زنید. وقتی معرفتش که بلند شد، حقوقش هم خودش میشناسد، جایگاهش هم میشناسد، جایگاه خودش هم، جایگاه مرد رو هم. بنابراین زنی حقوقدان خالی خشونت می آفرد، اما زنی با معرفت توازنی زندگی را نگاه می دارد، خانوادهش هم نگاه می دارد و جایگاه خود.